درود بر شما، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل بویکات. ویدیو امروز راجع به اینه. آریان عارفی که خیلیاتون توی اینستا دیدینش، خیلی اونایی که ندیدن میریم بشناسیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. میخواد منو بکنه تا آخر این ماه چون من حکم طلا رو دارم، قیمت ها میره بالا دیگه نمیتونی برسی. همتون رو دوست دارم، بفرست براش التماس دعا یا علی. یا علی. آقا من برم سریع رزرو کنم. هی که اولا میزنم به سلامتی مادرم که شیر داد کونی تحویل گرفت. راست میگه. شیر داد چی تحویل گرفت؟ پیک دوم میزنم به سلامتی پدرم که پنجشنبه چلو کباب خورد که بزنه یه مرد بشه ولی زد یه کونی شد. بدبخت پدره. و سلامتی آخر میزنم با افتخار حاج رسول که اولین نفری بود کونم گذاشت که دیگه غریبه نزد. آقای حسینی من دیگه بهتون نمیدم کاندومه؟ چون شما زیر قانون زدی، رعایت نکردی. گفتم وقتی میری کاندومت هم ببر. ارزش داشت بخاطر یه کاندوم؟ تو تا آخر عمرت دیگه باید بزنی آقای حسینی. حق میگه. خدا هیچ کسی رو شرمنده نکنه، تو شرمندهش میشی. آقای حسینی دیگه باید از این بعد از گلدان استفاده کنی. شعار ما کونیا، ما چیزی برای دست دادن نداریم. ما فقط کیر میخوایم. سازمان ملل، سازمان ملل سرویس. مرسی. کوف. یه ضربه خوردم تو بچگی. آخه آره طرف منو نکرد و منم پولی نداشتم. آره فقیر بودم، پول نداشتم، طرف منو نکرد و این انگیزه شد که من پیشرفت کنم. انگیزه شد؟ حاجی چه ضربه مهلکی. سلام دوستان عزیز، من و بهترین دوستم امروز داریم میریم بیرون. باهوشا بگن ما داریم کجا میریم بهش توتیشو نشون بده که رو پایی میزنه. دیگه لزومی نداره برای نمک به کشورهای دیگه متکی باشیم. جون گی نشیم بابا. هر وقت میخوایم ورزش کنیم یکی زنگ بزنه. بله سلام آقا جعفری، خوبی؟ مخلصیم، سلامت باشی. روز نماز قبول. روز نماز؟ خوبن؟ بله خونم. بله چه سرویسی میخوایم؟ 2 تا هفته سرویس شب تا صبح نه عزیزم، شب تا صبح فولم. امروز فقط 1 ساعت خالی دارم. اوکی زنده باشی. آدرسو که دارید؟ بله. چند نفری؟ 10 نفر؟ 10 اوکی مشکلی نیست. بله با تخفیف نفر 50 تومن. زنده باشی. خب میبینم درم باز میزنم. خداحافظ. حاجی دمش گرم، چه ارزون حساب کرد. خفن ترین جایی که کون دادی کجا بوده؟ یعنی چی؟ من خفن‌ترین جایی بود لب دریا بود. من داشتم راه میرفتم، دوست پسرم رامتین بهم زنگ زد، گفت من تحمل ندارم، گفت اگه الان به من ندی من مجبور میشم یکی دیگه رو بکنم. منم حالم بد شد. همین الان آدرس براش فرستادم، گفت لوکیشن دادم، گفتم همین الان باید بیای و برام مهم باید من به تو الان بدم. که بعدش زود با ماشین اومد، بعدش هم جریمه هم شدیم آخرش، ولی خب آخر کارش انجام داد. چون من ترسیدم گفتم خدایا نکنه به من خیانت کنه و من تا موقعی که برسه همش داشتم آیه سوره حمد رو میخوندم، گفتم سوره حمد رامین به من خیانت نکنه، رامین خدا لعنتش کنه. چقدر شبیه بسیجی‌ها. البته بسیجی‌ها هم همینجوری هم. راستی ولش. من تو زندگیم هیچ وقت نمیتونم دروغ بگم. من تو این 18 سالی که خدا بهم داده نون حلال آوردم سر سفره‌ام. حلال نمیتونم. به خاطر همین ویدیو رو گرفتم که همتون بدونید. بفرست برای همه دوستات که بدونن کسی که کون میده آخرش نتیجهش چیه. با من بیا درس عبرت بگیره. من از ساعت 12 شب تا 6 صبح بعد اینجا روی این تخت تو همین اتاق کون میدم. خب من باید اینجوری 4 دسته با کنم، کونو بدم عقب، اینجوری بشینم تا صبح فقط کون بدم. هیچ چی که به دست نیاوردم همه چی به دست دادم. کونم که پاره شد اصلا میره، همه چی ازش میره. روده موسیل همه چی زده بیرون. این هیچ تازه 18 سالمه، این بعضمه هیچ. دست و پام که همه درد گرفته، همینجوریم تا صبح اینجوریم. خلاصه
هیچ که به دست نیاوردم، هر چی که در میاره دارم خرج این میکنم. بخیه بزن، پارگیشو چیز کن، پوشاک بزن، شب تا صبح پوشاک بچه میزنم. خلاصه سمت این کار نرید. نرید. برید یه کار دیگه بکنید. حالا من برای توصیه دارم، یکم اون پوزیشن رو عوض کن، اینجوری بهت فشار میاد. دوستان عزیزی که مثلا پول تو دستشون نیست یا آخر ماه میگیرن یا چک دارن یا هر چیزی، ولی سرویس لازم هستن که باید حتما کارشون انجام بشه و از سرویس های ما استفاده کنن، میتونن اشیا بیارن. مثلا امروز آقای حکیمی پور یه دونه خربزه آورده، مثلا ما اندازه اون خربزه کارشون رو راه انداختیم. درسته مثلا کارشون تموم نشد، نیمه کارمون رفتن، تو دستشون بود ولی ما بالاخره اندازه همین خربزه کارشون رو مثلا بگم که در جریان باشید، بفرستین به همه دوستاتون که آپدیت شده. دوستتون دارم. یا علی التماس دا منتظر هر چی دارید بردارین بیارید. آقا من برم ببینم چی تو دست و بال داره. یه سوال دیگه ببخشید، تا آب خوردی؟ آره. چه حسی داری وقتی آب میخوری؟ احساس خیلی خوبی کردم، چون اون معدن تونستم اون معدن دوش حال میکنم، همش صدا از خودش در میورد، همش صدا در میورد و منم وقتی آب میخورم دیدم خیلی داره حال میکنه و منم خیلی حال کردم چون اون حال کرد. اون حال پشماجی خیلی باحالی. قوم لوط رو شنیدی؟ تو قرآن خوندی؟ من حافظ کل قرآنم. چی میخوای یک سوره رو بگو برات بخونم؟ قوم لوط رو تعریف کن با معنی فارسیش رو تا بهت. قوم لوط قومی بودن که رفتن با دشمنای امام حسین جنگیدن و پیروز شدن. چه کس میگی؟ چه کس میگی کونی؟ قوم لوط همش کونی بودن. خدا در نمیشه یه دونه والا عدوبرق اومد، طوفان اومد، کیلخر اومد، چی اومد زد همشونو به گادا. والا خب اوکی. حاجی فکر کنم دوره‌های قرآنشو پیش سعید طوسی گذرونده. خب منم میخوام مثل تو باشم، باید چیکار کنم؟ تو اگه میخوای مثل من باشی باید کون بده. خیلی ازم سوال میکنن تو چجوری روزه میگیری وقتی میدی؟ دادن شغلمه، روزه و نماز اعتقاداتمه، هر کدومش به جدا. قاطی نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا علی التماس دعا بفرست براش. یا نبی سلام علیک. دنبال مرد با غیرتی بیا پیش من. 18 سالمه، 16 سال کون دادم. یعنی از 2 سالگی؟ به ابرو نیاوردم، نکشیدم. حاج رسول خیلی پدوفیلی. شرفمو ندادم، دزدی نکردم، ناموس مردمو نگرفتم، از خودم مایه گذاشتم، از این مایه گذاشتم، ولی خداییش حق میگه. یک سقف برای خودم ساختم. دمت گرم. بفرست به همه با غیرتای مثل من. درود به شرفت یا علی التماس دعا. یا علی. میگم ما سوراخ‌ها خوشبختیم، شما میگین نه؟ تو ویدیو قبلی که یه چیز دیگه میگفتی. خلاصه سمت این کار نری. اینم نمونش. امروز یه کار اداری داشتم، از خونه ما تا اون اداره 2 ساعت با اتوبوس راه بود. رفتم سر ایستگاه اتوبوس، منتظر اتوبوس بودم، یه تاکسیه اومد نگه داشت جلو، گفت برسونمت. گفتم آره چرا که نه. منو رسون. کار اداری من انجام دادم، ناهارم هم خوردم، کار اداری برگشتم خونه. فقط براش خوردم. دیدین چه زندگی خوب و راحتی دارم؟ حالا شما چی؟ بفرست به همین راننده تاکسیه. بله دیگه شما از این قابلیت ها داری. من اگر امروز پسرم کون میدم به خاطر که جوونه ما جغ ندارن اسپرمشون و بچه‌هامون توی دستشویی بریزن، آیندهشون گوهی بشه. بیاین منو بکنید که اسپرماتون قوی‌تر بشه، جمعیت کشور زیاد بشه، تولید ملی بیشتر بشه. نام خدا ماشاءالله. ماشاءالله. بعد این که خب ببخشید سوال خیلی بی‌ادبی ولی باید سوال که خودت گفتی به چالش بگیر. بعد که شما از خوش میدی روغن استفاده نمی‌کنی، همین خوش میزنن. سوال منم هست. من مرسی بابت سوال قشنگت. من سوراخ کنم یه مخزنی داره که روغن تولید میکنه. روغن؟ درسته. به خودش روغن میده نه؟ نوفاضلی یا بازلی کدومو میده؟ روغن بنفشه. بنفشه.
تو نری تو روغن همش در انتظاره. نتونستم اینو کلیپ نگیرم و بهتون نشون ندم. 16 ساله دارم به افغانیا و ایرانیا کون میدم، ولی یک روز نشد تو این ماه عزیز محرم یه شب درمو بزنن یه افطاری برام بیارن. تو افطاری هم میخوری؟ عرب که دفعه پیشم آورد هر شب، ببین هر شب غذاشو برای من میاره، هر شب افطاری منو میاره، هر شب افطاری منو بگیره. یاد بگیرید از این عربا، یاد بگیرید. اللهم کل ولیک الفرج. از عربا یاد بگیرید. نمال دایی نمال. خوب شد آقا، خوب بهم درس یاد داد. دیگه به هیچ کدومتون کون نمیدم، نه افغانی نه ایرانی. تو پیج من نیاد، به من سر نزنه، دایرکت هم نده، پیامم نذاره. من فقط به برادران عرب کون میدم. زنده باد عرب، زنده باد. ماشاءالله عرب، ماشاءالله عرب، ماشاءالله. زنده باد عرب. ماشاءالله. با چرا هر جا میرم تو رو باید ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام. هر پنجشنبه نصب کردم، نیت کردم که بیاد زیر این پل و زیر این پل پر از معتاد کارتون‌ها و قاچاقچیان و به اینا سرویس رایگان میدم تا انگیزه بگیرن برگردن سر زندگیشون. خدا پدر بیاد. خیلی چهرت من او بیا. من آقای علی اصغرم. علی اصغر هستی، خیلی خوشبختم. یه سوال داشتم آقای اصغر، اگه مرد بودی چیکار میکردی؟ نه الانم مردم، اسمم علی اصغره. تو خدا اسم مردا رو نگه. بله خب کندن رو که همه میکنن، مردونه که بده. الان کونیام میکنن. وای موافقم باهات، موافقم. مردونه که بده. موافقم، نمیدونستم. مرسی عزیزم. بفرم. اگه اینجوریه پس من نامرد عالمم. نه داداش اتفاقا تو خیلی هم مردی. مرسی که تا اینجای ویدیو آمدی. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. کامنتت هم حتما انگلیسی باشه که ثابت نریزه. حمایت کن دیگه، چیزی تا 500 تا نمونده با هم دیگه بهش برسیم. و به عنوان جمله آخر همیشه بخند.